محققان OCCRP مرکزی پژوهشی فساد و جنایت‌های سازمان یافته در دایره طرح دبی انلاکت سندهایی را درباره مالکیت اقبالخان نظیر و همسر قای رسولزاده سروزیر تاجیکستان در دبی یافتند. بنا به این سندها خانم نظیر و صاحب دو ویلا یا کوشک در دبی بوده است که ارزش آنها در عموم به زیاده از 1,436,000 دلار میرسد. سرچشمه این مبلغ معلوم نیست. اقبالخان نظیر و در گذشته در اداره‌های فرهنگی کار کرده. زمان ریاست قصر فرهنگی به نام رودکی را در شهر خوجند بر عهده داشت. قای رسولزاده 63 ساله از ماه نوامبر سال 2013 نخست وزیر تاجیکستان می باشد. تفصیلات این پژوهش را بینندگان عزیز می توانید در وبسایت رادیو زوده پیدا کنید. شاید در یک کشور دارا آدمان زیادی یافت شوند که قدرت خریداری چنین خانه و کوشک‌ها در دبی و یا دیگر گوشه‌های عالم داشته باشند، ولی تاجیکستان یکی از کشورهای فقیر در جهان است. در این خصوص هفتم می مجله آمریکایی گلوبال فایننس نیز تاکید کرده است. در رده‌بندی نوی این مجله تاجیکستان مقام 43 را دارد که در میان کشورهای شوروی پیشین و آسیای مرکزی از همه فقیرترین به حساب می رود. این نتیجه گیری بر پایه معلومات صندوق بین‌المللی پول تهیه شده است. در این شاخص مجموع محصولات داخلی از روی قابلیت خریداری به هر سر اهالی در یک سال حساب شده است که در تاجیکستان 5832 دلار را در بر می گرفته است. همکارمان میرزا نبی خالقزاد به سوالهای ما و جزئیات بیشتر این موضوع پاسخ میدهد. سلام بر شما. چرا این پایگاه تاجیکستان را یکی از کشورهای فقیر میداند؟ تشکر شعلا. هرچند تابستان سال گذشته وزیر اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان زفقی زاده در سازمان ملل متحد گفته بود که سطح فقر و کمبزاعتی در تاجیکستان به طور چشمگیر کم شده، از 31% سال 2015 تا 22.5% سال 2022 کاهش یافته است. اما گلوبال فیننس تاجیکستان را کشوری دارای ذخیره‌های غنی و اهالی فقیر نامیده آورده است که صرف نظر از ذخیره‌های فراوان کشاورزی، طبیعی و معدنی، اهالی جوان و مبلغ‌های هنگفت انتقالی مهاجران از خارج، این کشور با کمی بالاتر از 10 میلیون اهالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیا به شمار می‌رود. به گفته این مجله، پایگاه تاجیکستان در بخش یاری‌های اقتصادی و امنیتی به روسیه و در بخش یافتن منبع‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بیشتر به چین تکیه کرده است و برای تأمین امکانات همکاری با دیگر منبع‌های بین المللی به مشکل روبرو شده است. گفته می شود که کشور برای کاهش سدگذاری‌های بیوروکراتی و فساد، بهتر کردن مدیریت و زیرساخت‌ها و بخش کم رشد کرده بانکی کاری کم می کند. یک دلیل دیگر را سیاست‌های خودکامه در تاجیکستان دانسته است. لوکا ونتورا، مؤلف همین رده‌بندی، نیز گفته است حکومت‌های فسادزده، گذشته استعماری، سستی اجرای قانون و همسایه‌های تجاوزگر نیز از سبب‌های فقر دوامدار بوده است. اما موقع دولت و نظر کارشناسان چیست که چرا تاجیکستان همانا در این رویخط باقی میماند؟ ببینید، وزارت اقتصاد بارها اعلام کرده است که تاجیکستان بعد جنگ شهروندی یکی از کشورهای موفق در پس کردن سطح فقر است که از 89% آخری سالهای 90 و 22-23% در سالهای آخر پایین آورده شده است. اما اقتصاددانها از جمله لطف‌الله سید مرادوف، رئیس پیشین پژوهشگاه اقتصادی اکادمی علم‌های تاجیکستان، میگوید که باید فرصت فراهم شود که مردم از همه امکانات‌های اقتصادی بازاری استفاده کرده توانند. باید راه‌های درآمد اهالی را زیاد کنیم. امکانیت داده شود که مردم از همه نمود مالکیت فایده به دست آورند. بانک‌ها باید قرض‌های استعمالی را با فایزهای پستر دهند. تشکر. یادآور می‌شوم همکارم میرزا نبی خالقزاد بود که درباره بار دیگر فقیر اعلام شدن تاجیکستان صحبت کرد.